چطورید بچه‌ها؟ به چنل یوتیوب من خوش اومدید. از اونجایی که از ویدیو قبلی خیلی خوشتون اومده بود تصمیم گرفتیم که یه چالش دیگه هم براتون بگیریم. این یکی چالش چجوریه؟ از چه نوع پسری تایپتونه و شما هم یاد بگیرید ببینید که دختر از چه نوع پسری خوششون میاد. اگه این ویدیو رو هم دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی برام بذارید و چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام، خوب هستید؟ سلام، خیلی ممنون، مرسی. چه نوع پسری تایپتونه؟ پسری که قدش بلند باشه، صادق باشه و اینکه خب و اینکه بتونه چجوری جلوی دیگران با من رفتار کنه. این خیلی مهمه. پول داشته باشه. این مهم نیست. این اصلا مهم نیست. چرا مهمه؟ چرا پول خیلی زیاد باشه شاید. آره همینا. خیلی ممنونم. دستتون درد نکنه. مرسی که وقت گذاشتید. یه لایک هم به دوربین بدید. ممنونم. سلام. سلام. خوب هستید؟ مرسی ممنون. چه نوع پسری تایپتونه؟ قد بلند باشه، حول نباشه. خب چقدر قد بلند؟ خب خیلی بلند. ای بابا. خب همینا تمام؟ یعنی هیچ دیگه ملاک نیست؟ آره همین دو. پول، فیس، بدنسازی، نمیدونم، ماشین. فیسش هم اوکی باشه دیگه، یه جوری نباشه که نتونی کنارش راه بری، عادی باشه. حالا خیلی هم نمیخواد خوشگل باشه. خیلی منطقی. خیلی ممنونم. مرسی. سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوبی؟ مرسی ممنون. چه نوع پسری تایپتونه؟ اول شما بگید بعد شما. قد بلند باشه، خب اوکی باشه، تیپش، خب اخلاقش. گیر بده، گیر نده. نه دیگه گیر نده، اوکی باشه مثل خودم. پسری که گیر میده غیرتی ها، یعنی دوستت داره. به اینش فکر نکرده بودم. خب اونی که بی تفاوت باشه یعنی مهم نیستی براش. خب نه دیگه، گیر دادنش جای خودش، حالا پایه بودنش جای خودش. زیاد گیر نده. خیلی ممنون. شما؟ قد بلند، از اینه که باشگاهی میرن، بیگ بویای معروف. اوه بیگ بوی یه گنده. خب حالا بد بوی هم باشه اوکیه، کنار بد میام بوی. باشه. خب در همین حد. خیلی ممنون. یه لایک به دوربین نشون بدید. خیلی ممنونم. مرسی که وقت گذاشتید. سلام، چطوری؟ مرسی. بچه‌ها چه نوع پسری تایپتونه؟ اول شما بگید بعد شما. بلک بای. چی باشه؟ بلک بای. بلک بوی یعنی آها، موهاش سیاه باشه. پوستش هم سبز باشه. تیره. اوکی. شما؟ بیگ بای. پسر گنده. اوکی. خیلی ممنون. یه لایک هم به دوربین نشون بدید. دمتون گرم. مرسی، ممنونم. سلام، چطوری؟ سلام، خوبم مرسی. چه نوع پسری تایپته؟ قد بلند باشه، خب اخلاقش خوب باشه خب و گیر نده. خب اینایی که گیر میدن اصلا خوشم نمیاد. و اینکه با شخصیت باشه. خیلی خوبه. واقعا یه آدم جنتلمن و یک مرد واقعی میخواد. خیلی ممنون واقعا. مرسی. یه لایک هم به دوربین نشون بدید. خیلی ممنون. سلام. سلام. خوب هستید؟ مرسی. چه نوع پسری تایپتونه؟ مثلا از لحاظ هم میتونید قیافه بگید هم اخلاق. مهربون باشه، دروغ نگه، قد بلند باشه. بعد دوست دختر داشته باشه چی؟ مشکل نداری؟ دارم. نه. مشکل داری؟ خب بعد اینکه بخواد بهت زیاد از حد گیر بده اون موقع چی؟ آره. مشکل. بازم مشکل داری؟ هر کسی خب یه جوریه. بعد اگه دختر زیاد فالو کنه توی اینستا چطور؟ آره. اونم بازم مشکل داری. بعد شما هم در قبالش همین کارا رو میکنی دیگه. یعنی که اگه اون به دوست دختر نداره شما هم دوست پسر پس نباید داشته باشی. آره دیگه. درسته؟ خیلی هم عالی. مرسی، ممنونم. یه لایک به دوربین ما نشون بدید. خیلی ممنونم. سلام. سلام. خوب هستید؟ مرسی، شما خوب هستین؟ قربون شما. چه نوع پسری تایپتونه؟ قدش خب طبیعتا بلند باشه، موفر، چش رنگی و مؤدب متشخص. یعنی و اینکه تو طالع منم همیشه همین شکلی بوده. خیلی مختصر، مفید. تماشا کسی هست بفرمایید. بعد گیر بده یا گیر نده؟ طبیعتا گیر نده، ولی خب دیگه باید خودش بدونه تو زمانه الان چه جوریه. خب نگاه، گیر دادن به معنای دوست داشتن زیاد به حساس بودن ها. نه اصلا قبول نمی‌کنم، کاملا رد می‌کنم. هیچ دوست داشتنی با گیر دادن همراه نیسته. اعتماده که دوست داشتن رو میاره. اعتماد داری، دوستش داری و آزادش میذاری و انقدر آزادش میذاری که اون طرف میاد برای تو همه چی رو مو به مو توضیح میده. بعد اگه آزادش بذاری برای دختر یه خورده شیطون بازی در بیاره اون وقت چی؟
خب دیگه میگم اون بستگی به شخصی داره که تو باهاش قراره بری تو رابطه. ممکنه طرف سوء استفاده کنه، ممکنه هم که اصلا این کارو نکنه، ممکنه خیلی وفادار در بیاد. ولی خب میگم که به دو طرفین بستگی داره. آها، به جفت طرف. دقیقاً. بعد دوست دختر داشته باشه یا نداشته باشه؟ داشته باشه، چون من دوست پسر دارم. هیچ مشکلی پس نداره که همراه با شما یه 2-3 تا دوست دخترم داشته باشه، درسته؟ طبیعتا تو زندگیش داشته و داشته هم باشه، هیچ مشکلی نداره. بعد اگه خیلی دختر فالو داشته باشه چی؟ اصلا مهم نیست، اینستا اون دنیای مجازیه، دنیای واقعی مهمه که چه جوری باشه. و اگه اونها بخوان ریپلای کنن استوریشو موقع اذیت نمیشه یعنی؟ اصلا خیلی خوبی شما. مرسی، ممنون شما. بده یه لایک به دوربین ما نشون بدید. خیلی ممنونم. سلام. سلام. خوب هستید؟ مرسی، ممنون. چه نوع پسری تایپتونه؟ من پسری که خوش اخلاق باشه، باهوش باشه، کتاب بخونه، فیلم باز باشه. خیلی جدید بود، تا حالا من همچین دختری ندیده بودم همچین پسری دوست داشته باشه. بعد دوست داری بهت گیر بده یا چی جوری باشه؟ نه، من چون خودم فمینیستم و خیلی علاقه ندارم، دوست ندارم اینجوری باشه. دوست دختر داشته باشه یا نداشته باشه؟ مشکلی نداره دوست دخترم داشته باشه، من خودم هم دوست پسر دارم. پس شما با این قضیه جفتتون اوکی دیگه، اکیپی برید بیرون و دیگه فلان و اینکه دختر زیاد فالو داشته باشه چی؟ نه این اوکی نیست. همین دیگه، یه لایک به دوربین ما نشون میدید. ممنونم، دستتون درد نکنه. سلام. سلام. خوب هستید؟ مرسی. چه نوع پسری تایپتونه؟ هم از لحاظ اخلاقی میتونی بگی هم از لحاظ فیسی. اخلاقی مهربون باشه، با درک باشه، جنتلمن باشه دیگه، از اونایی که در ماشین رو وسط باز میکنه. اوه مای گاد، اینجوری پس دوست دارین شما؟ بعد از لحاظ فیسی چطور باشه؟ فقط به دلم بشینه، زیاد تایپ خاصی ندارم، چون به هر حال یکی به دلت میشینه که اصلا اون چیزی که تو ذهنته نیست. دقیقاً این دقیقاً واسه 90% حداقل سقد میکنه که اصلا فیس یا خوشگلی مهم نیست به نظر من. بعد گیر بده یا گیر نده. مثلا اگه بهت بگی که با دوستای دخترت بیرون نرو یا مثلا این پسر رو فالو نکن، خب دلیلشو اگه توضیح بده من قبول کنم. اینطوری. یعنی اگه منطقی بگه شما قبول میکنی؟ حتی اگه منطقی باشه، مثلا بگه این دوستت مناسب نیست، خب قبول میکنم. خیلی عالی. بعد دوست دختر داشته باشه یا نداشته باشه؟ داشته باشه ولی روابطش اونقدر صمیمی نباشه با دخترای دیگه. باشه، خیلی ممنون. یه لایک به دوربین ما نشون میدید. خیلی ممنونم، مرسی. سلام. سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟ خوبم، مرسی، ممنون. چه نوع پسری تایپتونه؟ میتونید هم از قیافه بگید هم از اخلاق. قیافه که زیاد مهم نیست، ولی اخلاق ذات واقعیش رو خودش رو کنه، بتونه بهم ثابت کنه که اگه راهش هم دور باشه اعتماد کنم بهش. من این خیلی مهمه بچه‌ها. یکی از مهمترین چیزها توی رابطه به نظرم اعتماد کردنه و اینکه دوست داری بهت گیر بده یا گیر نده. ببین حد و مرزی داره دیگه، همه چی زیاد گیر بده میگن خیلی گیر میده، مثلا حجاب و اینا حد و مرزی داره دیگه گیر دادن. خدایی بعضی از پسرا بچه‌ها، بعضی از پسرا میدونی چه جوری گیر میدن؟ جوریه که مثلا پدر مادر بهت اونجوری گیر نمیدن ولی اونا اونجوری گیر میدن بهت. درسته؟ بله بله. بعد دوست داری مثلا قدش بالای 180 باشه یا بالای 170؟ اونم برات فرقی نمیکنه. 180. واه، قد بلند پس دوست داری. بعد اسکینی باشه یا بیگ بوی باشه، یعنی گنده باشه یا لاغر؟ متوسط. یا چیز بینش. دوست دختر داشته باشه یا نداشته باشه؟ نه. نداشته باشه؟ نه. باشه، خیلی ممنون. یه لایک به دوربین ما نشون میدی؟ خیلی ممنونم. بچه‌ها ما دیروز کلی ویدیو گرفتیم توی خیابون بولوار دانشجو، ولی متاسفانه نصفشون صدا ضبط نشده بود چون میکروفون خاموش بود و امروز هم رفتیم که اونجا ویدیو بگیریم چون جمعه است، خیلی خلوته، مجبور شدیم بیایم دریاچه. اینجا هم واقعا خلوته ولی خب سعی میکنیم سوژه پیدا کنیم. حمایت کنید دیگه، ما واقعا داریم زحمت میکشیم. دمتون گرم.